علم عقیده که علم توحید جزئی علم عقیده هست، خاصتا علم توحید مخصوص درباره خالق تمام مخلوقات الله عز و جل بحث میکنند. بنابراین شرفی هر علم بنابر شرف معلومات است و پیغمبران الله تعالی همه آنها به مردم الله تعالی را معرفی میکردند. در سوره انبیا آیت 25 الله سبحانه و تعالی میفرماید و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما به تمام پیغمبرانی که پیش از تو پیغمبر فرستانیدیم با آنها وحی دادیم که به مردم برسانند که لا اله الا انا، غیر من دیگر معبودی بر حق نیست، غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست، معبودی بر حق نیست. فاعبدون، پس تنها الله تعالی را پرستش کن.